خب از این لحظه دیدار تیم‌های فوتسال افغانستان و تایلند آغاز میشه. دیدار نیمه نهایی. برنده این دیدار به مصاف ایران در فینال این رقابت‌ها خواهد رفت. امیدوار هستیم بتونیم پرگل این تیم رو هم شکست بدیم و به فکر قهرمانی باید باشیم در این رقابت‌ها. هست یک ضربه از راه دور، دفع ناقص و گل برای تایلند. عجب گل عجیبی خوردیم و اشتباه عجیب دروازه‌بان ما یعقوب جانسون و دروازه افغانستان روی اشتباه بسیار عجیب دروازه‌بان ما باز میشه. با هم ببینیم شوتی که اینگونه زده شد و خیلی خوش شانس بود تایلند. به هر حال گل اول ما دریافت میکنیم. حرکت از جناح چپ، فرصت برای بازیکن افغانستان، موقعیت هست، پاسی که داده شده، این فرصت و گل به خودی شد. گل مساوی زدیم به تایلند. شوت واسه بهادر پس از برخورد به بازیکن شماره 7 تایلند و دروازه‌ای که باز شد 1-1 مساوی شد. برگشتیم به بازی. اینجا پاس امیرحمزه قاسمی واسه بهادر از خوب‌های افغانستان در این پیکارها بوده و شوتش اینجا برخورد میکنه به بازیکن تایلند و به گل تبدیل شد. حرکت از جناح چپ این بار انجام میشه. فرصت هست، یک حرکت خیلی خوب تکنیکی، خیلی خوب هم دیگر پیدا میکنن. گل دوم برای افغانستان. محمد اکبری دروازه رو باز کرد. یک همکاری خیلی خوب، باز هم توپ ربایی و